در نزد استادمان در مسجد نبوی در نزد شیخ محمد ابن محمد مختار شنقیطی حفظه الله درس میخواندیم. بعضی دوستان ما اومده به قفای شیخ می نشستند. در مجلس اطراف 2000 کس می نشست. در حیاتم یگان آدم ندیدم که در مجلس علمیش آدم زیاد نشیند مثل همین استاد ما. 2000 کس می نشست. علم مجلس وعظ و نصیحت، پند و نصیحت نه که عامی هایم آمده شنند. مجلس علمی، لیکن واقعا استاد در تمام فنها اگر گپ نزنند اون را به واسطه وعظ به مردم میرسانیدند. بسیار درسی، بزرگترین درسی که در حیات ما علم گرفتیم حلقه استاد بود. و بعضی طالب علم اومده به قفای شیخ می نشستند. شیخ روی به قبله آورده میشینند، مردم به شیخ رو می آورند. اینها تخت پشت خود را به پشت شیخ کرده در قفا می نشستند. بعضی یارو دوستان ما، من میگفتم شما همون ثبت ها رو گرفته گوش کردن کرید آخر، فقط آواز شیخ میشنیدن، شیخ نمیدیدن. اون حرکت های شیخ، بعضی در مجلس بعضی حادثه ها روی میدهد، از همه این انسان علم می آموزد، از رفتار و کردار شیخ، از نشست شیخ، از سخنرانی شیخ. بعضی انسان های بی عقل و با عقل در مجلس راه میگردند، خلال میرسانند، هر خیل حادثه ها میشد در مدتی درس. بنابراین نشستن در نزد علما این رکن اساسی علم است.